سلام دوستای خوبم، امیدوارم که خوب باشین. من امروز اومدم در مورد چالش رژیم کتوژنیک 14 روزم با شما صحبت بکنم. دوستای خوبم، من یک کاهش وزن 12 کیلوگرم داشتم قبل از این رژیم و بعد از مدتی وزن من استاپ پیدا کرد و با ورزش‌های سنگین و حتی رژیم روزانه، کاهش رژیم روزانه 1 الی 2 کیلوگرم وزنم کم میشد و دوباره میرسیدم به وزن 74 تا 75 کیلوگرم. و خب این روند اگر من ورزش نمی کردم یا هر کار دیگه ای باعث می شد که وزن من بالاتر بره. من خیلی به صورت غیر مستقیم با یه دکتری آشنا شدم که ایشون در واقع انواع رژیم‌های مختلف کتوویژن، کتوژنیک و رژیم‌های روزانه رو به بقیه افراد میدادن، به افراد مختلف میدادن. من یه توضیح بدم در مورد این نمودار تغییرات وزنم. من در تاریخ 2/7 معذرت میخوام تصمیم گرفتم که وارد رژیم کتوژنیک بشم. زمانی که وارد شدم 1 یا 2 روز که رژیم رو گرفتم دچار حالت هوایی شدید شدم. حالا در ادامه بهتون میگم که این رژیم چجوری کار میکنه و لیست غذاهایی که مصرف کردم براتون میگم. همینطور که میبینید تو تاریخ هفته 5 رژیم رو کنار گذاشتم، تماس با پشتیبان گرفتم که من نمیتونم این رژیم رو نگه دارم و خواهش کنم نوع رژیم منو به سمت رژیم‌های با پروتئین بالا که به عنوان کتوویژن هست ببرید. میگم مجددا وقتی که من وارد رژیم کتوویژن شدم دوباره با افزایش وزن 2 کیلویی تا 2,5 کیلو تا حتی 3 کیلو مواجه شدم. از یه جایی به بعد تصمیم گرفتم که واقعا با خودم مبارزه کنم و مقاله هایی که در مورد این رژیم هست رو برم بخونم. خیلی جالب بود. حالا من سعی میکنم که در یک کلیپ دیگه‌ای در مورد رژیم کتوژنیک صحبت بکنم، اما اینجا من فقط میخوام نوع رژیم کتوژنیک رو به شما آشنا کنم، در واقع شما رو با این رژیم آشنا کنم، شما چه غذاهایی میخوری، چه کارهایی انجام میدین و توی 14 روز یک کاهش وزن فوق‌العاده شما تجربه میکنید. دوستای عزیزم، بدون اینکه هیچ زجری بکشید، بدون اینکه در واقع احساس گرسنگی بکنید، اما اون روزهای اول دچار یک در واقع تغییرات حالاتی میشین که بعد از 2-3 روز کاملا این حالت ها از بین میره. خب میبینید که من به وزن 70 کیلو و 800 رسیدم. خب بریم سراغ رژیم. ببینید حالا من از این استادی که باشون تماس گرفتم یه اپی در اختیار من گذاشتن، چون اینا تیم پشتیبانی دارن و خیلی خوب کمک میکنن. میبینید که در واقع این اپ در واقع هفتگی به شما رژیم میده، از شنبه تا جمعه. هر روز یه سری توصیه هایی رو برای شما ویدیو میکنن و تقویم روزانه دارید. خب شما در روز انتخاب منو دارید. ببینید قسمت صبحانه، غذاهایی که در واقع میخورید شما بالاجبار نیستید که حالا حتما اون در واقع اون غذاها رو بخورید، چرا که جایگزین غذا دارین و برای هر جایگزین غذایی شما طرز تهیه و حتی شکل غذا رو دریافت میکنید. دوستای خوبم، رژیم های کتوژنیک بر پایه تخم مرغ هستن. این رژیم به شما کمک میکنه که سطح قند خونتون رو پایین نگه دارین و احساس سیری خیلی خوب بهتون میده. خب ببینید لیست غذاهای صبحانه شامل املت ها هستن. انواع املت ها رو داریم: اسفناج، پنیر خامی، املت قارچ، املت گوجه فرنگی، املت حتی گوشت. و بریم سراغ پنکیک های کتویی دارین، پنیر خامه‌ای. و بریم سراغ صبحانه های بدون سرخ کردنی: تخم مرغ آووکادو، تخم مرغ بیکن، تخم مرغ پنیر. و همینطور شیک ها رو دارید: شیک بادام زمینی، فندق و گردو که شامل تخم مرغ نیستن. یعنی برای کسایی که حالا یه مقدار برای صبحانه دچار حالت تهوع میشن اگر بخوان املت یا تخم مرغ استفاده بکنن.
همینطور که میبینید در اینجا شما هر کدوم از در واقع اتیکت ها رو که بزنید طرز تهیهش براتون باز میشه که حالا اون املت قارچ رو چجوری باید استفاده بکنید و خب میزان اون در واقع موادی که استفاده میکنید داخل صفحه اصلی ارائه میشه. ببینید مثلا حالا اگر بخوام نمونه دیگه یا براتون مثال بزنم، از شیک فندق استفاده میکنم. حالا اینجا میگه همه مواد رو توی مخلوط کن میریزین و میکس میکنین و اون شیک به دست میاد. حالا من اینو انتخابش میکنم که شما ببینید مثلا توی شیک فندق شما چه موادی رو میتونید استفاده کنید. ببینید دوستای خوبم، در واقع شما میتونید اگر اینجا باز بشه، چون اینجا باز شد، یکم سرعت اینترنت پایین هست و من چون ما این اپ رو داخل خود گوشی استفاده کردیم و فیلم برداری کردیم، من عذرخواهی میکنم به خاطر سرعت اینترنت هست. ببینید 3 تا قاشق غذاخوری خامه پرچرب دارین، شیر دارین، پودر قهوه یا شکلات داریم و 20 تا فندق داریم. پس اصلا اینجا تخم مرغ استفاده نمی کنیم، یعنی کسایی که حالا مثلا با تخم مرغ کم مشکل دارن. در واقع این رژیم کتوژنیک یک رژیمی بر پایه چربی هست، چربی های مفید، اینکه ما بدن رو به سمت در واقع سوخت و ساز از حالت کربوهیدرات خارج میکنیم و به سمت در واقع سوخت و ساز چربی یا به اصطلاح خودشون کتونی میبریم. ببینید تمام مواردی که شما باید مصرف بکنید زمانش رو در واقع بهتون گفته شده که مثلا از چه ساعتی تا چه ساعتی میتونید میان وعده شام، نهار یا حالا عصرانتون رو مصرف بکنید. ببینید رژیم کتوژنیک علیرغم کاهش وزن سریعی که بچه‌ها داره، باید توی تایم معینی در واقع غذا مصرف بشه. من لیست میان وعده ها رو براتون باز میکنم که ببینید مثلا شما بستنی دارین، میتونید چیپس پنیر درست بکنید با سس کچاپ مصرف بکنید. من خودم اصولا توت فرنگی و خامه، قهوه و شکلات تلخ استفاده میکنم به اضافه مغزیجات یا مغزیجات توت فرنگی. خیلی از چیزایی که خب حالا شیکایی که داره، سالاد پنیر کبابی یا شیک بادام زمینی، برای من سازگار نیست و من خب سراغ اونا نمیرم. من معمولا بین در واقع این میان وعده ها در واقع من یه جورایی تردد میکنم. ببینید لیست در واقع میوه هایی که شما میتونید استفاده بکنید، در واقع توت فرنگی، بری ها، بلوبری، در واقع توت، اینا رو میتونید استفاده بکنید. و چی میگن، البته به میزان در واقع کنترل شده ای شما میتونید توت فرنگی بخورید. حواستون باشه رژیم کتوژنیک رو از هر کسی خواستید میتونید بگیرید، فقط اون فرد اطلاعات لازم رو باید در مورد این رژیم داشته باشه، نه اینکه حالا یه چیزی شنیده باشه و به شما این رژیم رو بده. من سعی میکنم توی کلیپ دیگه‌ای برای شما در مورد رژیم کتوژنیک مقاله هایی که خوندم بیشتر صحبت کنم. ببینید مثلا پنیر پیتزای تورت، اینو طرز تهیهش رو خب مثلا خودش گفته که چی کار بکنید، داخل فر بذارید، فر رو جرب کنید و از این دست کارها. حالا برای کسایی که در واقع بدنساز هستن میتونن معجون تخم مرغ استفاده بکنن و انواع در واقع بستنی ها هم میتونن درست بکنن با دستورایی که حالا خودشون ارائه میدن. شما در واقع یه جورایی بچه‌ها اصلا از این رژیم خسته نمیشین، هیچ وقت احساس گرسنگی نمی‌کنید، ضعف نمی‌کنید. منتها تو روزهای اول به خاطر اینکه شما کربوهیدرات رو قطع می‌کنید و سطح چربی رو میبرید بالا، دچار یه آنفولانزای
کتونی میشین، سردرد، حالت تهوع، که توی این زمینه هم شما میتونید در واقع با مصرف آب و نمک این حالت رو کنترل بکنید. خب بریم سراغ ناهار. ناهاری که خب برای من اون روز تدارک دیدن همبرگر بود. ببینید شکل غذا رو میگه و شما میتونید در واقع با استفاده از سیفیجات میتونید در واقع یک نون کتونی درست بکنید. اون گوشت و پنیر رو فراهم بکنید و اون در واقع گوشت و پنیر رو در داخل یک کاهو قرار بدین به عنوان یک نون رو مصرف بکنید. خب من این ناهار رو درست کردم. ناهار فوق‌العاده انرژیزا هست، خوشمزه هست. شما انواع ادویه ها رو میتونید به گوشتتون مجاز هستین استفاده کنید که من اکثرا خب ناهار رو به صورت تند مصرف میکنم. ببینید حالا ما لیست ناهار رو من میخوام براتون غذاهایی که جایگزین میتونید بکنین و براتون بیارم و ببینید که چقدر جالب هست. شما انواع استیک ها رو میتونید استفاده بکنید. طرز تهیه سس قارچش رو بهتون یاد میده. ماهی میتونید استفاده بکنید. بیف استراگانوف دارید، دلمه گوشت دارید. چیزی که من درست کردم دلمه گوشت بود که فوق العاده لذیذ و خوشمزه بود. بچه‌ها با برگای کلم درست کردم، سیر کنندگیش عالی بود. حالا جالبه که ببینید کله پاچه هم تو این رژیم دارید، چون در واقع رژیم بر پایه چربیه. حالا کله پاچه‌ش رو اگر من بخوام توضیح بدم براتون، شامل زبان، مغز، پاچه و حتی یک لیوان خود آب کله پاچه هست. همبرگر، لازانیای بادنجان، کوهوی تون ماهی و خوراک ماهی که خب من اکثرا خوراک ماهی استفاده میکنم. خودم زیاد اهل کله پاچه و نمیدونم غذاهای مثل بیف استراگانوف و اینجور چیزا نیستم. بیشتر سمت و سوی در واقع تون ماهی و غذاهای همبرگری میرم. خب بریم برگردیم به رژیم و بریم حالا سراغ قسمت عصرانه. ببینید عصرانه، حالا شما فکر کنید این ناهار پرحجم خوردین، عصرانه چی میتونه باشه؟ 50 گرم پنیر داریم، 2 تا قاشق روغن زیتون داریم و یه لیوان کاهوی خرد شده داریم. باز اگر اینا رو توی خونه نداشتین شما میتونید از جایگزین غذا استفاده کنید. بچه‌ها این خیلی نکته مثبتی. حالا میگم من اصلا نمیخوام تبلیغ اون فرد خاص رو بکنم، منتها شما اگر با یک فرد خبره‌ای کار بکنید دستتون رو باز میذاره برای در واقع مصرف غذاهایی که میتونید توی این رژیم داشته باشید. من لیست غذاها رو براتون باز میکنم. باز عذرخواهی میکنم به خاطر سرعت اینترنت. ببینید شما میتونید در واقع لیست انواع غذاهایی که میتونید به عنوان عصرانه استفاده کنید. حتی بعض سالاد تخم مرغ که حالا متناسب با وزن و قد من 2 عدد تخم مرغ و 50 گرم پنیر که خب این اصلا خودش به عنوان یه شامه. شما حتی این شام هم میتونید مصرف بکنید، ولی خب ببینید میان وعده عصرانه است. من معمولا سالاد تخم مرغ، سالاد خیار و کلم، مغزیجات و توت فرنگی و در واقع سالاد پنیر فتا هست که استفاده میکنم. بسیار بچه‌ها دلچسب و خوشمزه است. من هیچ وقت تصور نمی‌کردم بتونم با غذاهایی که عاشقشون هستم وزن کم کنم. عاشق پنیرم، عاشق بادنجانم، عاشق در واقع همبرگرم، سس مایونز و سالادهای مثلا فستی که بتونم بخورم. بچه‌ها یه نکته رو توجه بکنید توی این رژیم های کتو ویژن، مصرف سیفیجات تو روزهای ابتدایی کاملا باید مطابق رژیم باشه، چون باید بسیار شما سطح کربوهیدراتتون پایین باشه. سطح چربی حدوداً 60 تا 70%، مابقیش پروتئینا هستن و مثل اینکه حدود 9% تا 7% کربوهیدراته. پس ببینید که خیلی رژیم حساسیه. لیست شام هست که من شامو میخواستم. شام من پیتزای کتو هست. شما پیتزا هم دارید توی این رژیم و میگم بر پایه چربی، پنیر پیتزا، پروتئین ها هستن. پایه در واقع این پیتزا خمیرش سفیده تخم مرغ هست.
اگر یه مدتی شما تحت این رژیم باشین، باور کنید که اصلا میخندین به خودتون که چطور شما در واقع اینطور کربوهیدرات رو مصرف میکردین. بسیار قند خون پایین میاد، تنظیم میشه، دیگه احساس نمی کنید که حالا چی میگن، اون لیست غذاهایی که شما تو اینستاگرام باز میکنید دارن کیک مصرف میکنن، همبرگر با نونهای سنگین یا چی میگن پیتزاهای سنگین میخورن، دیگه اون حالت برای شما کاملا از بین میره و اصلا اون احساسی که حالا من باید حتما بعد از غذا یه چیز شیرین مصرف بکنم، این کاملا در شما از بین میره. لازم میدونم اینو براتون توضیح بدم بچه‌ها که رژیمای کتوژنیک رژیمای کوتاه مدت هستن و شما بیشتر از 2 ماه نمیتونید این رژیما رو استفاده بکنید. این رژیما تا سقف 12 کیلوگرم میتونن شما رو لاغر کنن. امیدوارم که بچه‌ها این کلیپ و این نمودار وضعیت جسمانی من برای شما مفید واقع شده باشه. من بسیار هیجان زده بودم برای اینکه بتونم در واقع این اتفاقی که برام افتاده رو با بقیه تقسیم کنم. لطفاً بیاین توی کپشن برای من بنویسید سوالایی که دارید و بهم بگید. امیدوارم که بتونم کمکتون بکنم و شما هم بتونید در واقع با کاهش وزنتون به یه زندگی شاد برسید. فعلا خدا نگهدار.